салом хурдтаракони ширин, дарси навбатиамонро оғоз менамоем. пеш аз он ки ба мавзӯи нав гузарем, биёед ҳарфҳои гузаштаамонро такрор намоем. А, ӯ, и, о, у, е, з, ш, л, м, н, с, б, в, д, г, к, п, р, т, ф, غ، خ، ق. این حرفی چه است. چه کلان، چه خورد. حرفی چه در زبان تاجیکی حرفی همصدا است. اکنون بیایید کلمه های زیرین رو یک جایه میخوانیم. ک، او، که، چه، چه، که، چه، خیلی، خیلی، زیری، زیری، چش، چش، چشم، چوپان، چوپان، خو، نه او که نوک، خونوک، نه او نو، منو شد، منوشد، چی، نور، نور، چی نور، با، شد، باشد. حرفی چه در اول، مابین و آخری کلمه ها آمده می تواند. کلمه های زیرین با حرفی چه سر می شوند. چرخ بال، چارباغ، چتر، چایخانه، چارمغز، چشمه، چاینیک، چوجه، چشم، چوپان. در خط ما حرفی چه رو چونین طور می نویسیم. چه کلان و چه خرد چونین طور نوشته می شوند. بیایید حرفی چه رو در تخته صنف می نویسیم. خوب، این چه کلان است. اکنون چه خرد رو می نویسیم. اکنون چوپان می نویسیم. چه، او، چو، پان. کلمه چشمه رو می نویسیم. ش، ما، می، چشم. کلمه چینار رو می نویسیم. چی، نور. خواندن رو دوام می دهیم. چشم، چشمه، که او، که، چه ای، که چه ای، که چه ای. ما، چی ناری، چی ناری، از
عظیم دارد. کوچه ما چناری عظیم دارد. در زیری چنار چشم است. در زیر چنار چشمه است. آبی چشمه خیلی صاف و خنک می باشد. آبی چشمه خیلی صاف و خنک می باشد. چوپان از آن چشمه آب می نوشد. چوپان از آن چشمه آب می نوشد. بچه‌های عزیز، در همین جا درس امروزه ما به آخر می رسد. شاد و پیروز باشه.